سالی که میدونستن من پرسپولیسی هستم و برای تیمشون دارم بازی میکنن سنگ تمام برای من گذاشتن. برام افتاده تنها بازیکنی هم بودم که دربی توهین نکردن بهم. مخصوصا در بازی آخر مقابل استقلال جا داره که طرفداران تیم هواداران تیم استقلال تشکر کنم، ولی خب طرفدار استقلال نشون دادن وقتی پای حق و حقیقت باشه طبیعتا دیگه رنگو اصلا جذابیتی نداره و دنبال حق هستن. و هوادارهای پرسپولیس من اینجوری نمیدونستم. به قرآن من جلوی هوادار استقلال بازی کردم، به هیچ عنوان اینجوری نیستن هوادار استقلال. به ابوالفضل اشیاء از اول بازی دانشگاه دارن خوش ناموس نش میدن. این اتفاقه هیچ موقع ندیدم بیرون از زمین فوتبال بیفته و من شاهدش باشم که اینکه هواداره استقلال بمونن که 90 دقیقه هیچ موقع توهین به من نکردن، حتی تشویق هم کردن. من اونجا همونجا تصمیم گرفته بودم که به احترام هواداره